آیا برای مرد جایز است که با خواهر همسرش دست بدهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با همسر برادرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختر عمه مادرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با همسر عمکش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختر خاله اش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با نامزدش قبل از نکاح دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختر عمه اش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با زنهای خویشاوندی همسرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با زنهای همسایه دختران همسایه دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختری از سن 14 بالا دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با خاله و عمه همسرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با همسر تقایش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختری برادری پدر و یا مادرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با خواهر شیریه که خواهر دارد با او دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختری برادری همسرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای مرد جایز است که با دختری بیگانگان دست دهد؟ جواب نه. و توفیق از آن الله سبحانه و تعالی است.